رئیسا نیدن که معاونش همین کار در مشروع است. این 1 گکتار 2 گکتار نیست، صدها گکتار ندید، 100% ارالش است. در ولایت انامو کسالی نویه رودکی قای رسولزاده همینجا چسبیدگی از او در وزمینترش یک بیزنس اساسی را برای شهر نویه ساختارهای خود کمیته زمین، معماری، معاونای رئیس شهر نویه، معاونا که باشه رئیسا خودشان هم راه هستند، انا همین کار در مشروع است. نوشته گیرد سپارش پروکورور گنرالی مشروع شود. کارمندان کمیته زمین راه مکانیزم کردگی چگونه قانونی میکنن. اول ساخته با گرفته آمده اک کننده اینا راهش نشان میدن. ریشکل کرده داد. تفتیش کرده برای همچنین نسبت با معاون رئیس شهر کلوب حفیظов، رئیس کمیته اداره زمین ناحیه خراسان حبیبزاده، رئیس جماعت دیهاتی ثروت استقلال ناحیه کوشانیان سعیدов و دیگران با گناه دست داشتن در قانون‌ویرانکنی وابسته به زین پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده با حکم سود محکوم گردیدند. چیکار مانه این قرار را بروردیم کو؟ چیکار شریک نیستی؟ برای چی؟ این قرار را عوض کردیم کو؟ این که خود را بهتره من نیستم، من کار ندارم، معاون رئیسی من، رئیس کمیته معماری، رئیس کمیته زمین، منم کار کردم میدارم همه اینا کی هستن چی هستن چیکار میکنن. به اجازت سفارش شما بلا یک جا دوای نمیکنن، ریشتر را نمیکشن. در ناحیه کوشانیان سال 2015 با قرار سابق رئیس ناحیه میدان 1 گکتار زمین ورزشگاه مکتب رقم 64 با سردار فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیون مبارزه با ضد ملک در ولایت ختلان دولتزاده رجبالی داده شده است. نامبرده این زمین‌ها را به شهروندان برای بنیاد مسجد استقامتی فروخته است. مثال دیگر تا امروز مساحت مکتب رقم 12 دهه نوآباد جماعت دیهات توگرک ناحیه واسع از 8 گکتار به مساحت 1.9 گکتار رسیده است. بیش از 6 گکتار زمین مؤسسه سال 2010 با قرار رئیس ناحیه واسع با 100 نفر ساکنان ناحیه همچون زمینی نزد حولگی تقسیم کرده داده است. همین خیلی میتونم همین زمینی مکتب ما میگیرم خیلی میگم ما بگیرم بسازه کی را باورش میاد. رفته سنجیده بره نمو زمین دستی کی دست؟ یگان دیخوان دست؟ یگان مردمی عادی دست؟ نه، همش یا کارمند پروکراتور است یا کارمندان دیگر مقامات حقوق است یا یکی صاحب کار است یا یکی یگان منصبدار دیگر. ما اینا دیدیم در حالت در ناحیه رودکی وقتی سنجیده میبریم یک رئیس عوض کو 2 تاشا 10 تاشا 5 تاشا قریب 10-15 تا رئیس های جماعت در محبس شدن. حسابش وای نمیشه، تعیین میکنیم وای میشه، تعیین میکنیم وای میشه. عقوبت میبینیم همه از پروکوروری ناحیه سر کرده تمامی ساختارهای نظامی همه یک کارمند پروکراتور 25 تا زمین از کجا تامین ولایت قانونی شد؟ زمین پرابلم است، پرابلم نیست. ما با قرار حکومت من 10 مراتب 100 مراتب زیادتر ابراز داشتم. اگر در زمان 75 سال گذشته اهالی در 73,000 گکتار زمین جدا شده باشد منزل استقامتی نزد حولگی، ما در زمان صاحب اسلالی با 140,000 گکتار زمین 1.5 میلیون عائله و ما زمین نزد حولگی دادیم. این یک تاجیکستان دیگر با در کار است. جهت قانونی حساب کتاب کنید، معین کنید در کدام موضع در کجا برای قرارات ولایت است ولایت ناحیه حکومت هم مراجعت کنید، تصدیق کنید، پرزنتاسیون کنید، حمایت کنید، قرار حکومت را گیرید تقسیم کنید. یکی پیش از همه در موضوعی که ما مردم را میدیم راه داشته باشد، مکتب داشته باشد، بنگاه طبی داشته باشد، باغچه داشته باشد، کسالخانه داشته باشد. یا شرایط‌های اجتماعی را دیده با سخوی کردن در کار نیست. سردار ریاست معارف ولایت است. چند سال شد؟ 1 سال شد؟ وزیر معارف؟ یا 21 گکتار. فقط اهالی زیاد میشن مکتبا این نمیرسه. شهر زمین یافتن مشکل میشه. وقتی زیچی اهالی میشه دیگر مکتب جای مکتب سازی نمیوید.
اگر زمین باشد در پهلوی مکتب اونها در اونجا با کورپسی علاوه ساخته برای بچه‌ها شرایط کردن ممکن پروکورورها هستن شهر نویو این وظیفه جاری شما اگر پروکورورها پروکراتور ولایت شهر نویو کار کنند این پرابلم ها نیست این از بین میرود کار نمیکنید تو خودتان همین کارمنداتون با همین کار مشغول است ارگان یگانه جمهوری که برابری ایرای قانونا همه بر دوش شما است یاردمچی اساسی رهبر دولت شما هستید مشهور شد نمی رقم‌ها نشانه آن است که پروکورور در اونجا نیست در اون شهر نویو پروکورور نیست